به صحرا و از این خارا جمع کرد، روزی یه مرتبه می‌اون تو شهر به خاطر امرار معاشش رو بگذرونه، بوته ها رو یا خارها رو می‌فروخت. بعد این که یه خرسی اون بالاها نشسته بود، رفتار ایشون رو میدید، یواش یواش اومد پایین و تو پیرمرد تو که اذیت میشی با این کار، میخوای من با این چنگالا میتونم روزی چند تا بار خار برات درست کنم ببر تو شهر اینا، ازش برای من یه شکمبه یا آشغال گوش یه چیزی پیدا کن برام بیار که منم اینجا سیر بشم. پیرمرد قبول کرد و یه زمانی گذشته، روز 7-8 مرتبه میبرد بار خالی میکرد تو شهر رو و ازش خوب شد. بعد این تکرار شدنه خرسه اومد ازش پرسید که تو اسمت چیه؟ گفت اسم من خودم فقط هم خودم. بعد این گفت حالا هیچ مدوم دونسته باشه. میاد این آقایه که هر کمکش کرد و ازش خوب شد، از دست این دیگه حرسش در اومده بود، خلقش تنگ شده بود. با یکی از دوستاش مشورت کرد که من یه همچین وضعیتی رو داشتم و میخوام از دست این خرسه نجات پیدا کنم، یه راه حلی برای من بذار جلو پام. گفت بهترینش نیست که زمانی یه روزی که براش میخوای ببری به ارزش کمبهه رو پر از نمکش کن و یه ظرفی هم نفت کن رو ببر که این هنچی میخوره نیاز به آب داشته باشه و رو بیاره به این نفته. این همین کار رو انجام میده. این خرسه زمان بسه حالت تشنگی بهش میره، نگاه میکنه یه چیزی جایی نیست، فقط این آبه هست، آبه رو میخوره یه خورده بینه این مزه آب میده یه سری تکون میده. بعد این پیر مردم منتظر یه لحظه ای بوده، میده باید نفتا رو میریزه روی این خرسه و یه کبریت هم کشد بهش. بعد این بلام که دویدن که شعله ور شده اینها، یکی از این خرسا میرسید بهش، میگه چه شده؟ کی بلا سر تو آورده؟ میگه خودم. میگه خودت؟ میگه داره. میگه پس اگه خودت کردی برو تا بابادم بسوزه. حال منظور از اسم خودم، اسم اون مرده که اول گفت خودم، این خرسه فکر کرد خودش آتیش زده، ولی در واقع همون میشد، چون که از اول خودش این برنامه رو برای خودش پیاده کرده، کمک کرد، نتیجه کمکش هم همین شد. شدیم به این نتیجه ضرب المثل که خودم کردم که لعنت بر خودم باشه. خیلی ممنون.